در واقع شخصیت شناسی MBTI یا مایرز بریگز تایپ ایندیکیتور بر پایه مطالعات دانشمند مشهور سوئیسی آقای کارل گوستاو یونگ هست. به هر حال آقای یونگ متوجه شد تو دهه 1920 که اگر زیربنای ذهنی افراد رو بتونه مطالعه بکنه، به برخی رفتار مشابه میتونه پی ببره و اونها رو دسته‌بندی بکنه. همینطور در ادامش، حالا شاید دهه 1940 بتونم بگم که بود، خانم کاترین مایرز و ایزابل بریکس هم ادامه این مطالعات رو در واقع پی گرفتن و تونستن این موضوع رو به کمال خودش برسونن و یه تستی رو ایجاد بکنن به نام تست شخصیت شناسی MBTI. اما MBTI چی هست؟ MBTI اول بگم چی نیست، باز هم مثل کوچینگ. MBTI نقاط ضعف و قوت شما رو در واقع قرار نیست که دسته‌بندی بکنه و برچسب بزنه. MBTI نمیخواد به شما بگه شما دقیقاً باید چی کار بکنید، چی کاره لزوماً میخواید بشید، یا قرار نیست شما رو قضاوت بکنه، شما رو درمان بکنه، یا در واقع اینکه یه تست روانشناسی نیست. MBTI کاری که انجام میده ترجیحات شما رو بهتون نشون میده، ترجیحات رفتاری، و یک جور آگاهی میده. در واقع شما توی MBTI از با دانش MBTI با یه بعدی از وجودتون آشنا میشید که تا حالا نمیشناختید، و بعد از اینکه به این دانش مسلط بشید، این بار نگاهتون به دنیا یه نگاه دیگه است و از زاویه‌ای که نگاه میکنید توی تفاوت‌ها رو ببینید، علل تعارض، علل رفتار رو توی تیم سازی، این که من چرا یک کاری رو انجام میدادم. مثال مشهورش این هست، مثلا بر فرض مثال شما اگر بخواید که اسمتون رو یک بار با اون دستی که مسلط هست بنویسید و یک بار هم با دستی که غیر مسلط هستید، تفاوت‌هایی میانشون هست. اون دستی که مسلطه راحت‌تره، سریع‌تره، خوش‌خط‌تره، انرژی کمتری میبره و شاید فکر کردن کمتری نیاز داره. ولی در کنار اون دست غیر مسلط این در واقع مزایا رو نداره. دانش MBTI باعث میشه ما به نقاطی از شخصیتمون واقف میشیم، چه در تحلیل رفتار متقابل، چه در توسعه فردی خودمون، که میتونیم رفتاری رو انتخاب بکنیم که ما اونجا بیشترین پرفورمنس خودمون رو داریم. به یه سری عللی که در واقع پشت رفتار مثلا بر فرض مثلا شریک عاطفی ما تو محل کار جای دیگه هست واقف بشیم، میتونه کمک بکنه. البته نقدهایی هم هر از گاهی وارد میشه، اینکه اگر شما قرار باشه در چارچوب یک تست قرار بگیرید ممکنه محدود بشید، یا ابعاد وجودی آدم در طی حالا به حال سالیان متمادی زندگی ممکنه رشد بکنه، ممکنه ترجیحات تغییر بکنه. ولی همونطور که تو کوچینگ میگیم، یکی از ابزارهای بسیار قوی کوچینگ بازخورده و آگاهی دادن. جایی که شما به مراجعه بازخورد میدید، یه آگاهی براش به وجود میاد. MBTI و دانش MBTI میتونه از دو جنبه بررسی بشه. یه جنبه از دیدگاه اون فرد یا اون مراجع، زمانی که میاد و با یک آگاهی روبرو میشه. من چرا به من میگن شما بیش فعالی؟ چرا گاهی به من میگن شما زیاد صحبت میکنید؟ چرا وقتی من سر یک کلاسم همش تو فکر و رویام؟ چرا نمیتونم تمرکز و حواس داشته باشم؟ چرا یک کاری رو ول میکنم؟ چرا آن تایم نیستم؟ چرا هر کس هر چیزی به من میگن تو زود ناراحت میشی؟ چجوری میتونم این رفتار رو ببینم؟ چه کار باید بکنم؟ با افرادی که اینطوری هستن چطور میتونم برخورد بکنم؟ و در نهایت زمانی که شما این بازخورد رو میتونید به خودتون بدید، انتخابی رفتار میکنید. از اون طرف از دیدگاه کوچ هم همینه. یکی از ابزار کوچینگ بازخورده. وقتی که من میتونم به شیوهی که ببینم رفتار مراجع رو، گاهی میتونم بهش بگم مثلا حسن تو به نظر میاد توی ارتباطات خیلی قوی، حسن به نظر میاد قوه ادراک تو خیلی داره کمکت میکنه از چیزایی که ازت میشنوم، کجاهای زندگی دیگه این برات کار کرده، تو کجا از اینا استفاده کردی؟ برای حل این مشکل و این مسئله چطور میتونی با این بعد خودت بهش نگاه بکنی؟ و در واقع چه از دیدگاه توسعه فردی، چه از دیدگاه فردی که کار کوچینگ، تراپی، منتورینگ، روانشناسی و هر چیز دیگه انجام میده، تسلط به یه ابزار شخصیت شناسی و تحلیل رفتار متقابل میتونه خیلی کمک کننده باشه. در واقع ما تو کوچینگ، توی مهارت‌های نرم، توی منابع انسانی سازمان، در واقع با آدم‌ها سر و کار داریم و هر چقدر که مهارت‌های انسانشناسی ما بیشتر باشه، تسلط ما به اون در واقع موقعیت بیشتره
و با یک ابزار انگار با یک عینک دیگه میتونیم نگاه بکنیم، جوری که برای ما یه سری چیزها رو مشخص میکنه، قابلیت تمیز دادن داره. اما این قرار نیست برچسب بزنه، فقط نشونش میدیم و با هم نگاه میکنیم هر دو نفر. حالا میخوایم با این آگاهی چی کار بکنیم؟ زمانی که این رو فهمیدم، من فهمیدم که من توی این موارد بهترم، توی این جور موقعیت ها این رفتار رو دارم، چه تصمیمی میخوام باهاش بگیرم و خیلی موارد بسیار دیگه ای که